حکم فاتحه خوانی در اسلام چیست؟ اگر بدعت است چرا؟ علما چیزی نمیگن. از چرا و میترسم. همین مسئله را به ایمان بگوین صادقانه رد کنم یا که سیاسی پالیسی برم. در مسئله فاتحه هم ما از فاتحه های خود، از عروسی های خود یک جنجال جور کردیم و مشکل بر خود افزودیم و اسلام بر ما میگه که انا و اصحابی بریء من التکلف. در این دین تکلف نیست. ما به زور به طرف تکلف روان شدیم. هر چیز ما به طرف تکلف می رود. این خودش نوعی از انحراف است. پس کسی که وفات میکنه ما تکلفات را شروع کردیم که سبب یک فشار بر جامعه ما شده و در دین همچی کاری نیست. یک نفر وفات میکنه باز او مرده را نگاه میکنه میگه نانش بدیم. بس هر کس میآید به زور ایره به پیشین میارد تا که مردم نانش بخوره. مرده موجم پاییده، نفر صاحب مرده پشت آشپز بده و پشت نان بده و پشت ازی بده. یعنی ببینید این کاری که عقل میگه این کار خوبی نیست. و رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که شما حق ندارین که از خانه میمان، از خانه مرده‌دار تا 3 روز نان بخورین، بلکه شما در خانه مرده‌دار نان بیارین. شما بیارین و با او یک جا بخورین تا غمش سبک شود، تسلی برش داده شود. بعد از 3 روز دیگه قضیه برداشت نمی شود. این اصلی خود همه طور است، ولی متاسفانه که به اساس رواجهای ما از هر چیز یک بابا جور کردیم. از جملهش امی فاتحه گیری هایی که ما میکنیم در مساجد و هر کس میرود دیگه دست گذاشته میره و قاریا خوانده میره. همچی کار را در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی ما نمیبینیم، ولی رواج افغان ها هستند. اینمی 3 کتاب در دنیای حنفیت بزرگترین کتاب من و شماست. تکرار میکنم. اول شامی، رد المحتار، بحر رایق، فتح القدیر. در ارتباط فاتحه گیری نظر دارن خدمت شما عرض میکنم. غلمغل نکو برادران امت اسلامی. سوال فاتحه گیری را گوش بگی که فاتحه ما تو چی میشه. میگه جناب رد المحتار اشاره میکنه اشتراک در جنازه مسلمان برابر احد ثواب است. برابر چی؟ سر قبر رفتن هم برابر احد چیست؟ وقتی که سر قبر جنازه که ختم شد میگه کل مردم مرده‌دار طرف خانهش، دیگه مردم طرف خانه برا بسم الله اکبر. و کسی که در جنازه یک مسلمان شرکت بکند، بعد از او را تا به قبر بدرقیش بکنه، امرایش حضور پیدا کند، الله متعال برای از این انسان اشتراک کننده 2 قیرات اجر میده. بعد میفرماید که شما میدانین قیرات چی را میگوید؟ میگه قیرات اگر کوه احد طلا شود و شما این را در راه الله متعال خرج کرده باشید. پس ما را امیر رواج ما که در مساجد فاتحه گیری میکنیم ما را تنبل ساخته. چی میگن؟ برو باز در فاتحهش میرون. این رواج هم چندین پهلو دارد. یک پهلو خمیشته که متاسفانه ما قضیه را از عبادت کشیدیم به رواج آوردیم، در حالی که گذشتگان ما رفتن به خانه یک مرده‌دار به خاطر کسب ثواب بود. ما در این تنبل هستیم که اصل پاداش را بگیریم. در فاتحهش هم به این شکل اشتراک میکنیم. در مسجد قاری خوانده میرود و او قاری به خاطر خدا نمیخوانه، او هم در این جامعه که چند نفر پیدا بکند. ما عملا میبینیم که او به خاطر خدا نمیخواند. والله اگه 1 دقیقه بر تو بده باز یک گپ میزنه میگه اولوجه که مردم در فاتحه میه خو قرآن خوانی سمی قرآن خوانی ثواب نداره. سواله میاره میگه هل تنتفی الکراهیه، آیا قرائت نمیتونم و قرائت از بین ببره؟ شامی شریف چی میگه؟ والظاهر لا، ظاهر امیست که هم کراهت دفع نمیتونه. ملا صاحب دیگه چی میگه؟ والظاهر لا، ظاهر امیست که مکروه نیست. پشت سری از این چیست؟ پشت سری والظاهر لا میگه زیرا مقصد اینجا میگه این قرآن خواندن نیست. مقصد چی نیست میگه؟ قرآن خواندن خب به طریقه پیغمبر ثواب داره. اسپیکرای بیرون هم چالان است که زمزمه میکنه، ولی در جریان تلاوتش خوب ترین قاری ثواب میکنه که پاکتش چند است. قاری صاحب خفه نشین، بسیار معذرت میخوایم. قاری صاحب، ملا صاحب، مؤذن صاحب، نوری دیدیم هستیم، گناهکاری کل هستم. خب ما را در قوطی نسوار جای نکنین. در درون قوطی نسوار یا پچاق پسته که نفس کشیدن نتونیم. کمک آزادی بتین. یک تا نابلد قطش میره مسلمه واره. در یک خط ما رفتم نمیفهمیدم، نه رفته بودم در پاکستان. در یک خط ما رفتیم سر چپرکتا شیشتیم، تقسیمات واری شد، یک سپاره را به ما دادن. این دیگه وقت خلاص کرد، ما شروع استم نمیفهم بیچاره. یک دفعه ملا صاحب مرا گفت ختم نکردی؟ من گفتم نه. همین طور کرد. گفت بده از دستش بگی. یکی دیگه از پیش دستم گرفت، ورق در 2 نفر گرفتن. همین یک دقیقه
سفر رسم میکن. پس که از مسجد رفتیم برای من چی میگن؟ نمیفهمی تو. من گفتم چی را مولا صاحب چرا؟ عالی یک آیت بخوان برو دیگه. کی سپاره را ختم میکنه؟ این حالات ماست. ملای ما خیانت میکنه، خیانت هم در قرآن میکنه، در حق مرده میکنه. ببینید این حالت های ماست. از اون طرف باز چی میکنه؟ همینطور خوش میای حاجی صاحبه و وکیل صاحبه و قاری صاحبه یک پاکتک داده شده در جیبش. شما خبر داری که پاکت ها از کیسته؟ از مامور صاحب که وفات کرده بیچاره 5 و 6 طفل داره، یک زن داره، خانه کرایی داره. مرده که رفت، خدا بیامرزدش. حاصل بدبختی برای کسی شروع میشه که زنده است. این بیچاره 1000 مرتبه میمیره. این روز اول، روز دوم، روز سوم، روز هفتم، روز 40، روز 30، روز 20، سالش، سال دومش، هر سال. کی گفته اینو؟ در کجا اومده این؟ اگر همه کره زمین رو شما بگیرید خیرات و صدقه بدید برای کسی که عملی که خودش در دنیا انجام داده به دادش نرسه، اونو نجات نده، نمیتونه نجات بده. از برای خدا پیامبر این کارو نکرده، ابوبکر این کارو نکرده، عمر این کارو نکرده، عثمان این کارو نکرده، علی این کارو نکرده. شما از کجا آورد؟ شما ثابت کنه که در زمان پیغمبر همچو حلقه ها شده، در زمان صحابه، در زمان تابعین، در اون زمان مرده ها میشود یا نمیشود؟ فکر براتون پیدا شود که کتاب الله برای چی آمده و امروز مردم ما چی تصور داره. ایرا میگه کتاب مرده. هر پنجشنبه بعد از اینکه مرده جان در اوجا بره دیگر روزام از ختم نمیکنه، در حالی که آدم خیلی متدین است، خیلی اولادی قاری و حافظ داره، یک روزم در خانهش بدون تلاوت قرآن نیست. خب لیکن بازم برای از اینکه مردم نگویه که پدر و مادر خود دوست نداشت، مرده خود چی کرد؟ شلغم گور کرد. پنجشنبه نان مکلف جور کو، پاکتای پیسه را بگو تهیه کو. قرآن کریم کتابی است که برای زنده ها فرستاده شده، نه برای مرده ها. متاسفانه امروز کتابی رو که الله سبحانه و تعالی فرستاد تا دلهای ما رو زنده بکنه، دلهای مرده رو زنده بکنه، این کتاب رو میبرن استفاده میکنن برای کسایی که مردن، هیچ نفع و ضرری هم برای اونها نمیرسن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله. اگر که ابن آدم فوت کرد، فرزند آدم، هر انسانی، عملش از او قطع میشه، الا من ثلاث، الا از 3 چیز. ولد صالح یدعو له، فرزند نیکویی که براش کار بکنه، دعا بکنه، یا علمی که علم نافعی که مردم از اونها استفاده بکنن، یا صدقه جاریه. اما یک انسانی که شراب خورده، زنا کرده، هزار یک فسق و فساد داشته، شما شب تا صبح تو خونش، تو مسجد، در خیابونها همه شهر رو ببندید، همه مردم رو دعوت بکنید، 1000 تا ختم قرآن بخوانید، 1000 تا مراسم فاتحه خوانی براش بذارید، به اندازه سر سوزن فایده‌ای براش نداره. اگر میگید داره، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید از قرآن، دلیل بیارید از سنت. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه که غیر از این 3 چیز دیگه هیچی به درد ابن آدم نمیخوره. غیر از این میخواد ملا باشه، میخواد آخوند باشه، میخواد ماموستا باشه، میخواد مولانا باشه، میخواد پیر باشه، ملنگ باشه، حجت الاسلام باشه، هر کسی که میخواد باشه، دلیل از قرآن بده، دلیل از حدیث بده. در اینجا 2 گزینه شما بیشتر ندارید، یا بگید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیاذ بالله دروغ میگه، یا که این کسی که این ادعا میکنه که این قرآن خواندن ها، این فاتحه خوانی ها نفی برای مرده داره. یکی از این 2 تا، کدومش انتخاب میکنید؟ برگردید به ایمان خودتون، به تقوای خودتون، به اسلام خودتون، کدومش انتخاب میکنید؟ به کی میخواید تهمت دروغ بزنید؟ به رسول الله یا به این کسی که ادعا میکنه که این کار ثواب داره؟ ثواب داره، بده دلیل از قرآن، بده دلیل از حدیث. دلیل براتون آورد، دلیلشو بررسی بکنید، مطابق قرآن و سنت بود، مطابق حدیث صحیح بود، قبول بکنید، نبود بزنید به صورتش، هر کسی که میخواد باشه. باز ختمی مرده از ختمای دیگه فرق داره. طعامای ختمی مرده بسیار زیاد باشه، دو پیازیش خیلی قوی باشه، کوفتهش هم خیلی تلخ باشه. بازو را در روزای پنجشنبه ملا صاحب است، چپنای کلان است، وکیل صاحب است، حاجی صاحب است، خنده کده، مزاق کده تا او جمعه را قطار استاد میشه. بازه تقسیمات سپارایش هم میبینه. بچه 3 سپاره تو بخوانی، خوب این قاری صاحب است. و بچه دیگر را چی میگه؟ 4 سپاره تو بخوان. مرد بچه خود کم است نه؟ نمیشه. 5 سپاره
ریش سفید از جدا صدا میکنه ما وقت 5 سپاره رو در مسجد خواندیم خیر است این 5 جدا کنی. بازی جنابا که همینطور چشمای خود پرت میکنه 4 دقیقه سری خود کلی خود این همینطور بعضیش همینطور شروع میشه قرائت از هر طرف، نه گوش گرفتن است، نه سماع است، نه انصات است. فتاوای شامیتان در مذهب احناف بکشی که معتبرترین فتاوا و میگه این جای گرنده و دهنده اردویشان آسمان گناهگار است. الاخذ والمعطی آثمانه، کلاه ما آسمانه، اردویش گناهگار است. ای باز در 3 دقیقه بعد چی میگه؟ چی داری یا چیز نداری ای مردکه؟ ختم شد. چطور ختم شد؟ گوش کن، ما گفتیم اونجا یک جمله در سطح دنیا اگر در فقه حنفی فاتحگیری معمول یک ورق صفت خودش است، الحاج دگروال متقاعد چه رقمی، مچم تاجر ملی در خارج کشور در امریکا خوشگذرانی میکنه چه رقمی، در یک ورق دو طرفه صفت خود میکنه، بعد از او باز چوکی های قطار در وطنی که مست مانده میشه، هر لحظه که فاتحگیری والا میره این مردم دو دسته پیشی بر استاد میشن. نجام است؟ اگر به می شکل معمول در سطح دنیا کسی ثابت کرد، عبدالقاهر در چوک خیابان دار بکشین که دیگه کس در فقه شما دست نزنه. قطعا در دین وجود نداره به شکل معمول. بله اشاره کرده که رسول معظم در شهادت حضرت جعفر رضی الله عنه در مسجد شیشته بود غمگین. شروحات بخاری جواب میده، میگه او نماز خواندن رفته بود، به خاطر اعلان نکرده بود که ما شیشتیم بین فاتحه. صرف جناب بدرالدین عینی رحمت الله علیه در کتاب جنایز بخاری شرح بخاری یک اشاره کرده، یک توجیه شمیز کسایی را که کس نمیشناسه یا دم اعلان رقمی دور مدراز نه بگوین، اگر کسای سرشناس بود بگو مولوی عبدالقاهر مرده صبح 12 بجه جنازه است، اعلان ایتو باش. کسایی را کس نمیشناخت بگو که بیادرزاده مولوی عبدالقاهر و خواهرزاده مفتی سراج صاحب و نواسه مولوی سید امام الدین، یک دو سه نفر نامی که مردم تکثیر جنازه شوه، اما این رقمی که شما میگین نه. برادران امت اسلامی چقدر خوب زندگی است. یک دو چیزی رد المختار مان، اگر رفیق مرده آشنایش نبود 4 روز 5 روز بعد آمد، این نبود در جنازه و سر قبر، حق داره که تسلیت و فاتحگیری در خانهش در میمانخانهش بکنه. یک دوم اگر ورث مرده نبود چند روز بعد آمد، او هم حق داره. تعزیه داری پیغمبر بگم براتون میفهمین چیز؟ بر رایق و کتاب حدیث میگه اعظم الله اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. الله اجر تو را بزرگ بگردانه، الله صبر تو را نیک بگردانه، الله مرده تو را ببخشه. sizlarni qaysi tilga bildiray? شما را کتی کنم زبان بفهمانم؟ توشدingizmi توشمدingizmi؟ میفهمین یا نمیفهمین؟ تاسی سرون خلاصی که چاره نرو واړم، سرت خلاص میشه کتی کارت خلاص کنم؟ کدامش کنم که شما؟ او برادر این 3 جمله پیغمبر است. اگر در سطح دنیا کسی ثابت کرد که در فاتحگیری پیامبر و 4 خلیفه و خیر القرون قرآن خوانده، بازم مرا در خیابانتان دار بکشید. سوال دیگه شمیست که چرا ملا نمیگه؟ اینجا نوشته کرده ولی که کدام ملا جنگ میکنی برادر؟ چرا ملا نمیگه؟ ولی ما چی کنیم؟ خیلی دیگه حکومت از قانون است، اداره است، آزادی است، هر کس میدانه کارش، هر کلگه برخیال، هر کلگه برخیال. 9 سال شده جناب مولوی سید امام الدین میگه 9 سال شده من میگم کس عمل نمیکنه. دگه خور رسیدین؟ مفتی صاحب اشاره کرد کسی که صادقانه گپ شامیر عمل میتونه، مشکلی پدر و مادر نداره، دستش بالا کنه، اگه نمیتونه نه کلگی بالا نکنین. الحمدلله. اوه مولوی عبدالقاهر خود کلانی وابیاست، این چوچگکای خورداش است دیگه، کتا کتا کافرش همیجا است. خب به هر صورت بار دیگر خواست از اینا، خواست مولوی صاحب بگوین که گپ 9 سالی از عملی میکنین یا نه؟ بلند کن. الحمدلله. ما در یگان مجلسی که دوج هستم میگم کسی در موسیقی نمیره دستش بالا کنه، با یک روز زنگ میاد مولوی صاحب سلام علیکم، ما از مخلصایت هستم، کسایی که دستش بالا کرده میول زیر درم پدروپی موسیقی شیشته. و اگه اونجا دیدم چطور؟ الله خو میبینه، اگه من نمیبینم الله میبینه نمیبینه. پس از این خاطر ای برادر جان فاتحگیری های معمول گیلمش جمع است، بیخی بیغم باشی، ثواب نداره. خو این دو سره خدای ناراض، این دو از عبادت مانده شده، الله ناراض. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير
ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.